باور دارم افغانستان باید به جای تفنگ با قلم تغییر بکنه. من هنوز به این باور دارم که شما میگین زنان افغانستان چه کاری باید انجام بدن. نه، این سوال درست نیست. اونا دارن انجام میدن. اونا سال هاست قبل از من، قبل ترا از من، همیشه دارن تلاش میکنن. خیلی چیزا رو عوض کردن تو جامعه، مثل زنای دیگه‌ای که توی دنیا چیزای زیادی رو عوض کردن. الان هم خیلی چیزا رو عوض کردن. افغانستان تغییر کرده. درسته که امروز ما افغانستان رو زیر پرچم سفید طالبان داریم، ولی من مطمئنم حتی طالبان هم به این نتیجه رسیدن که هیچ چیزای زیادی تو این اجتماع و تو این جامعه تغییر کرده. مردم دیگه میدونن واقعا از خودشون چی میخوان. دیگه منتظرم نمیشینن که یکی بهشون بگه که چی کار باید بکنن یا چی کار نباید بکنن. ولی متاسفانه دیدگاهی که همواره در مورد کشورهایی مثل افغانستان به بیرون داده میشه اینه که چی کار باید بکنن. من میخوام بگم اونا میدونن که چی کار میخوان بکنن.